مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حادثه کشتار امسر در جریان مناقشه اولیوی خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، یک جوان 24 ساله ساکن شهر ترسانزاده خودش به مقامات ملیت این شهر خبر داده است که صبح 7 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 09:30 دقیقه پدرش مرد 52 ساله ساکن ترسانزاده در داخل آشخانه منزل استقامتیشان در جریان مناقشه اولیوی به غضب آمده با کار چند مرتبه به بدن مادر 44 ساله‌اش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بعد این پدر خاندان با کار چند مرتبه به بدن خود زده قصد خودکشی کرده است. او را با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری کردند. وزارت کارهای داخلی بجز از عباره بنابر سبب مناقشه اولیوی درباره سبب‌های این مناقشه خونین زن و شوهر در ترسانزاده تفصیلات دیگر نداده است و تنها گفته است که اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. دیگر اعضای این خانواده برای شرح مستقیم این مناقشه خونین که آنها را از مادر محروم کرد و پدرشان را پشت پنجره برد دسترس نیستند. به ساکن ترسانزاده برای کشتن همسرش بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون جزا تا 15 سال زندان تهدید میکند. ماه پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک مورد دیگر کشتار خویشاوند نزدیک در جریان مناقشه اولیوی در ترسانزاده خبر داد. آن وقت در ترسانزاده خسر با کلند 3 مرتبه به سر دامادش زده است. در نتیجه داماد بر اثر این ضربه های خسورش جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسید. به پدر عروس سالخورده نیز برای کشتن دامادش همچون جزا تا 15 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک خبرهای زیاد به دست میرسند. کشتار همسران در اکثر موردها در زمینه رشک صورت میگیرد.